بیمار خاموش The Silent Patient. نویسنده الکس مایکلیدیز. ژانر روانشناسی معمایی هیجانی. گاهی سکوت بلندترین فریاده و گاهی اونایی که ساکتن بیشترین حرفها رو برای گفتن دارن. این داستان زنیه به اسم آلیشیا برانسون، زنی که یه شب شوهرش رو کشت و بعد برای همیشه ساکت شد. آلیشیا یه نقاش معروفه. زندگی داره که از بیرون مثل یه تابلوی نقاشی بی‌نقصه. یه خونه مدرن و سفید تو شمال لندن. یه شوهر موفق به اسم گابریل برانسون، عکاس مد. دوستاش میگن همیشه لبخند میزنه، همیشه مؤدبه و همیشه عاشق گابریله. اما زیر این ظاهر آروم یه چیزی ترک خورده. از بچگی پدرش باهاش سرد بوده و یه روز مادرش رو کشته و بعد خودش رو هم. آلیشیا از اون روز با یه سایه توی روحش بزرگ شده. شب قتل یه شب تابستونی حدود ساعت 10 شب. همسایه‌ها صدای شلیک میشنون. پلیس میرسه. در بازه. گابریل روی صندلی نشسته با دستهای بسته. یه گلوله وسط صورتش و درست کنار جسدش آلیشیا ایستاده، خونی، شوکه، با یه اسلحه در دست. ولی یه چیز خیلی عجیبه. از اون لحظه به بعد حتی یک کلمه هم حرف نمیزنه. نه برای پلیس، نه دادگاه، نه خبرنگارا. هیچ وقت. فقط یه نقاشی میکشه. یه تابلوی بزرگ به اسم آلسستیس. از اسطوره زنی که برای نجات شوهرش جونش رو میده ولی وقتی برمیگرده تا آخر عمرش دیگه حرف نمیزنه. اون نقاشی تنها صدای آلیشیا بود. چند سال میگذره. آلیشیا به یه بیمارستان روانی منتقل میشه. به اسم دیگرو. همه فکر میکنن درمانش غیر ممکنه. اما یه روان درمانگر جدید میاد به اسم تئودور فابر. تئو فابر. یه مرد باهوش، آرام و کنجکاو. تئودور وسواس خاصی داره نسبت به آلیشیا. نه فقط از روی کارش، بلکه از یه حس درونی، یه کشش عجیب. میگه من میخوام بهش کمک کنم حرف بزنه. چون حس میکنم اون حقیقتی داره که همه ازش فرار میکنن. اما واقعیت اینه که خودش هم از چیزی فرار میکنه. تئودور در ظاهر یه مرد آرومه، اما زندگیش داره فرو میریزه. یه روز وقتی زودتر از سر کار برمیگرده، میفهمه همسرش کتی با یه مرد دیگه رابطه داره. اون به روش نمیاره، ولی از درون نابود میشه. درد، خشم، حس تحقیر، همه با هم جمع میشن. تئودور شروع میکنه به درمان آلیشیا، اما هر جلسه‌ای که جلوتر میره، انگار داره با خودش روبرو میشه. یه روز دفترچه آلیشیا پیدا میشه. اونجا پر از یادداشت‌های عجیب و خسته کننده است. یه نفر منو نگاه میکنه. یه سایه پشت پنجره است. یه نفر میخواد منو بکشه. تئودور سعی میکنه بفهمه این سایه کیه، ولی چیزی که نمیدونه اینه که خودش هم یه سایه است. با گذشت جلسات درمان، آلیشیا شروع میکنه به نقاشی کشیدن. چشمهاش پر از درودن، اما دستش میلرزه از حرفهایی که نمیتونه بزنه. یه شب وقتی همه رفتن، تئودور به دفتر نقاشیش میره و اونجا تابلوی جدیدی میبینه. یه مردی که ایستاده با یه ماسک سیاه. تئودور حس میکنه اون چهره آشناست، ولی نمیفهمه چرا قلبش تند میزنه. در آخرین ملاقات، آلیشیا بالاخره مینویسه. با دستهای لرزان روی یک کاغذ، اون تو بودی تئودور. و بعد خاطراتش رو تعریف میکنه. شبی که گابریل رو کشتن، یه مرد با ماسک وارد خونه شد. اون گابریل رو بست، اسلحه رو به آلیشیا داد و گفت انتخاب کن. یا تو میمیری یا اون. آلیشیا سکوت کرد. گابریل التماس کرد. گفت منو نجات بده عزیزم. و اون مرد ماشه رو کشید و بعد رفت. تئودور در لحظه ای از شوک فرو میره، چون اون مرد
خودش بوده. اون همسر کتی رو تعقیب کرده بود چون فهمیده بود با یه مرد دیگه رابطه داره. اون مرد گابریل بود، شوهر آلیشیا. تئودور از حس انتقام و خشم وارد خونشون شد. میخواست فقط بترسونشون، اما وقتی دید گابریل حاضر نیست حتی برای زنش جون بده، بهش شلیک کرد. آلیشیا از وحشت سکوت کرد. سکوتی که سالها ادامه داشت. بعد از اعتراف تئودور میره تا همه چیز رو از بین ببره. ولی وقتی برمیگرده پلیس اونجاست. آلیشیا تمام حقیقت رو نوشته و تحویل داده. اون دستگیر میشه و وقتی از در بیمارستان بیرون میره، آلیشیا برای اولین بار بعد از سالها لبخند میزنه. این داستان درباره سکوتیه که از ترس میاد و درباره روان انسان که چطور میتونه دروغ بگه، پنهان کنه و در نهایت خودش رو نابود کنه. بیمار خاموش فقط یه داستان جنایی نیست، یه سفر به درون ذهن ما، به درون زخم‌هایی که هیچ وقت ازشون حرف نمیزنیم، چون بعضی صداها فقط وقتی خاموش میشن، شنیده میشن. تو چی؟ آخرین باری که سکوت کردی، چی رو تو دلت نگه داشتی؟ متشکرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد، ممنون میشم دنبال کنید. بدرود.